با درود خدمت شما عزیزان، من دکتر حمید هستم. خیلی از شما عزیزان سوال میکنید که چرا دکتر حمید جلوی موهاش در نیومده؟ این یک سوال بسیار خوبی هستش که من از نظر علمی میخوام جواب شما رو بدم. همونطور که در وبسایتمون و در تمام پلتفرم‌های محصولاتمون ما گفتیم، این محصولات باعث رشد مو به صورت فیزیولوژیکی میشه. یعنی چی؟ یعنی اونجوری که خود مو رشد میکنه به همون شکل هم این باعث رشد مجدد مو میشه. این که مویی که اول ریخته آخر در میاد، مویی که آخر ریخته زودتر در میاد. پس این یه نکته بسیار مهمی برای شما عزیزان داره و اونم این هستش که هر چی زودتر این محصولات رو استفاده بکنید جواب بهتری خواهید گرفت و دردسرهایی که من داشتم و ناراحتی‌هایی که من به خاطر ریزش موی خیلی شدیدم کشیدم رو شما نخواهید کشید. در درجه دوم این هستش که مو رو به صورت طبیعی برمیگردونه. پس من در روند ریزش مو اول موهای جلوی سرم ریخته، بعد موهای فرق سرم و بعد موهای بغل سرم. حالا که موها داره برمیگرده برعکس داره برمیگرده. پس در آینده این انتظار وجود داره که جلوی سر من هم مثل بغل‌ها و پشت سر پر باشه. هرچند که اگر شما بتونید از نزدیک فوکوس بشه روی جلوی سر من، موهای خیلی ریزی در اومدن، اونا هنوز اونقدر قوی نشدن که توی عکس‌ها و فیلم‌ها دیده بشن. و این یه نکته مهمی هستش که شاید بشه جواب خیلی از سوال‌های شما رو داد. یادتون باشه خیلی از محققین، خیلی از کسانی که کارهای تحقیقاتی به اینجوری انجام میدن، خیلی هاشون خودشون از اون نتیجه‌ای که انجام دادن بهره نمیتونن ببرن. چرا؟ چون برای خودشون میتونه مفید نباشه. و من هم امیدی نداشتم که بتونم از این محصولات استفاده بکنم و موهای من دو مرتبه برگرد. هرچند که از خودم شروع کردم چون خودم زرچ کشیده بودم و هدفم این بود که به شما عزیزان خدمتی کرده باشم. برای شما بتونم یک درمان مناسبی رو از نیچر برای شما بگیرم، از طبیعتی که خودمون بزرگ شدیم و اون رو بالاخره موفق شدیم بعد از 10 سال تلاش بتونیم به این نتیجه برسیم که برای شما یک نتیجه خوبی رو به وجود بیاریم و جواب اون ضرب المثل معروف رو بدیم که کل اگر طبیعی بودی سر خود دوانه بودی.